در زمینی که ما زندگی میکنیم اگر یک زنده‌جان با سرعت بیش از 320 کیلومتر بر ساعت حرکت کند چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ شاهین چنین جانوری در روی کره زمین است که میتواند طول زمین یک فوتبال را تنها در ظرف یک ثانیه طی کند. در کنار سرعت سرسام‌آور، پرنده جسور و پرجرأتی است که به حیوانات چندین برابر بزرگتر از خودش حمله میکند و حتی آنها را شکار میکند. برای دیدن لحظه های خیره کننده از شکار و نبرد شاهین با حیوانات بزرگتر از خودش تا پایان با ما همراه باشید. حملات سریع ترین جانور دنیا به طعمه های بزرگتر از خودش. شماره 1. حمله شاهین به سگ. یک شاهینی در اینجا وقتی که مشغول خوردن شکارش بود یک سگ به او نزدیک می شود و این فاصله است که شاهین هرگز آن را تحمل نمی کند. به محض دیدن سگ شاهین حضور او را مزاحم تلقی کرده و به سگ حمله می کند. در این حمله شاهین با پنجه هایش تلاش می کند تا بر پوست سگ آسیب بزند که سگ با ترس و لرز فراوان فرار می کند. شماره 2. حمله شاهین به خرگوش. این لحظه از حمله شاهین و فرار خرگوش را میتوان یک از اتفاقات برگزیده در حیات وحش دانست. در اینجا یک خرگوش با فرار تاکتیکی تلاش دارد که شاهین دست از دنبال کردن او بردارد و در یک بار نیز موفق می شود تا از شر پنجه های مهلک جان سالم به در ببرد. و اما شاهین مصمم است، دست از تعقیب او بر نمی دارد. در ضربه دوم شاهین به قسمت سر و چشم خرگوش آسیب میزند. بعد لحظه تعقیب و گریز طولانی بالاخره شاهین آخرین ضربه را وارد می کند و خرگوش اسیر پنجه های شاهین می شود. خرگوش دیگری که تحت تعقیب شاهین است، با اینکه جثه همین خرگوش 3 برابر شاهین است، با این وجود هم رقیب سرعت بالا و پنجه های تیز شاهین نیست. میزان توانایی در بین جانوران متفاوت است. خرگوش هم میتواند چندین برابر بزرگتر از شاهین باشد و به همان اندازه وزن و قدرت فیزیکی بالایی را داشته باشد. اما شاهین برای از پای درآوردن خرگوش تاکتیک های موثرتری دارد. شاهین در زمان حمله پنجه هایش را بر پشت گردن یا دور پوزه خرگوش حلقه می کند و به دنبال آن با منقار تیزی که دارد شروع به پاره کردن پوست قربانیش می کند و به این گونه قربانیش را از پای در می آورد. شماره 3. حمله شاهین به گربه. گربه‌ای در اینجا توسط شاهین شکار شده است و شاهین نفس او را گرفته است که احتمالاً یک گربه خانگی باشد و حالا کافی است که شاهین آن را به لانه اش منتقل کند و شکم جوجه هایش را سیر کند. گربه نگونبخت دیگر تاب پنجه های شاهین را نیاورده است و میان پنجه های او جانش پایان گرفته است. بعضی از حیوانات در کنار انسان ها زندگی می کند و جزء حیوانات اهلی به شمار می رود. با این وجود گربه یک جانور شکاری بالفطره است که می تواند بسیاری از حیوانات و پرندگان را شکار کند. شکار شدن یک شکارچی تمام عیار توسط یک شکارچی دیگر جزء عجایب حیات وحش است. شماره 4. حمله شاهین به پلکان. شاهین نترس متوجه حضور یک پلکان در قلمرو زندگیش می شود. پلکان را آماج حملات خود قرار می دهد. با سلاح‌های مرگ آفرینش یعنی پنجه ها ضربات مهلک را بر بدن پلکان وارد می کند. پلکان هرچند خیلی بزرگتر از شاهین است، با این حال هم شاهین هیچ ترس و تردیدی از او ندارد و دست از دنبال کردن پلکان بر نمی دارد. بعد یک نبرد سخت و طاقت فرسا و تعقیب و گریز طولانی و با ضربه سرنوشت ساز دیگر پلکان به زمین سقوط می کند. پلکان دیگری که راه گریز ندارد. سرعت شاهین در آسمان و هر موجود را در زمین مغلوب می سازد. حتی سرعت تا 390 کیلومتر بر ساعت از شاهین به ثبت رسیده است. پلکان 4 برابر سنگین تر از شاهین است. با تمام جثه بزرگی که دارد، شانس زنده ماندنش در برابر شاهین تیزبال بسیار ناچیز است. شاهین آهسته آهسته با ضربات پنجه او را از پای در خواهد آورد. شماره 5. حمله شاهین به سنجاب. سنجاب جانور باحال و نیمه اهلی است
و متخصص در بالا رفتن از شاخه درختان است. در اینجا یک سنجاب بازیگوش چشمان تیزبین یک شاهین را جلب می‌کند. با توجه بر اینکه سنجاب توانایی خاصی در بالا رفتن از درختان را دارد و این مزیت سنجاب در روی درختان کار را برای شاهین سخت‌تر می‌کند و اما شاهین باید از پسش بر بیاید چون که کارش همین است. علیرغم اینکه سنجاب از درختان برای لانه و مکان امن استفاده می‌کند، گاهی چاله‌ها و سوراخ‌های زیرزمینی را نیز مکان مناسب برای زندگی می‌دارند. سنجاب دیگری در فاصله خطرناک با شاهین نزدیک می شود و شاهین به او حمله می کند و او را شکار می کند. سه شاهین دیگر با همکاری همدیگر این سنجاب را در لابلای شاخه درختان دنبال می کند و یکی از شاهین ها در فاصله مناسبی با سنجاب قرار می گیرد و کارش را تمام می سازد. شماره 6. حمله شاهین به مار. یک مار خرگوش را شکار کرده است. مار و خرگوش هر دو در رژیم غذایی شاهین است. شاهین ابتدا از روی شاخه درخت صحنه را نظاره می کند و بعد از آن مار را با تومیو یک جا برمی دارد. به دلیل وزن زیاد مار و خرگوش شاهین قادر نیست که آنها را با خودش حمل کند. مار دیگری در اینجا ناچار است که با شاهین سرسخت سر و کله بزند. به احتمال زیاد سرنوشت او نیز امروز پایان خواهد گرفت. شماره 7. حمله شاهین به اردک. یک اردک در دشت باز وقتی در حال گذر از قلمرو شاهین سفید بود مورد حمله شاهین قرار می گیرد. اردک نگونبخت با اولین ضربه شاهین توان پرواز را از دست می دهد. شاهین وقتی که اولین ضربه را به اردک وارد می کند دوباره برای تمام کردن تومه بر می گردد تا کار اردک را یکسره بسازد. پنجه هایش را در دور گردن او حلقه می کند و با منقارش مهره های گردن او را از هم جدا می کند. اکثر پرنده های شکاری تومه هایش را با پنجه هایش می کشد ولی شاهین با نوک خود این کار را انجام می دهد. در اینجا اردک غافل درست لحظه که می خواست از زمین بلند شود یک شاهین روی پشت او فرود آمده و دوباره اردک به سمت زمین سقوط می کند. شاهین اردک نیمه جان را با تمام وزنش از زمین بلند کرده و برای خوردنش آن را به جای مناسب می برد. شماره 8. حمله شاهین به مارمولک. یک شاهین برای گرفتن یک مارمولک صحرایی فرود می آید. مارمولک آخرین ترفندهایش را برای فرار به کار می برد ولی باز هم جان او نجات پیدا نمی کند. شاهین مارمولک را در میان پنجه هایش می گیرد. بعد این که نفس او پایان گرفت لاشه آن را به لانه اش منتقل می کند. یک مارمولک غول پیکر دیگر زیر پنجه های شاهین بیجان شده است. در اینجا شاهین توانسته است مارمولک 5 برابر وزن خودش را از پای در بیاورد. شماره 9. حمله شاهین به زاغ. یک زاغ نگونبخت در یک حمله غافلگیرانه شاهین اسیر می شود. زاغ با تمام توانایی هایش تلاش می کند با شاهین مبارزه کند ولی جمجمه او لای پنجه های شاهین گیر کرده است. یک زاغ شجاع دیگری بعد یک سلسله مقاومت طاقت فرسا بالاخره موفق می شود که جانش را نجات دهد. شماره 10. حمله شاهین به پرندگان. بسیار تعداد وسیعی از پرندگان در رژیم غذایی شاهین است. تقریباً بیش از 80% رژیم غذایی شاهین توسط پرندگان مختلف تأمین می شود. شکار کردن پرندگان برای شاهین نسبت به جانوران دیگر بسیار راحت و میسرتر است. برای همین شاهین بیشتر به سراغ پرندگان می رود و از جان آنان غذایشان را فراهم می سازد. سپاسگزارم اگر تا این لحظه با من بودید. تا ویدیویی بعد شب و روزگار تک تکتان خوش. بدرود.